امروز تو آشپزخونه فرشاد میخوایم کوفته کاری درست کنیم. پیاز رنده شده، گوشت چرخ کرده، ادویه‌ای که توی کپشن نوشتم رو آسیاب و به مواد اضافه میکنیم. گیشنیز تازه ساتوری شده و خوب ورز میدیم. به اندازه دلخواه قرقلی بشه. اگه کمی درشت باشه ظاهر غذا بهتر میشه. توی آرد میغلطونیم، در روغن داغ سرخ و از تابه خارج میکنیم. توی همون تابه پیاز میدیمی رو تفت میدیم، سیر له شده اضافه و 1 دقیقه تفت داده بشه. فلفل عنابی، تخم گیشنیز، زیره سبز، هل، زردچوبه و نمک رو آسیاب میکنیم و به ترکیب پیاز سرخ شده اضافه کرده و 1 دقیقه تفت میدیم. ماست و آب رو اضافه میکنیم. وقتی جوشید کوفته ها اضافه بشن و 1 ساعت زمان میدیم تا کوفته ها بپزن و سس غلیظ بشه و در آخر با گیشنیز تازه تزیین میکنیم.